در همه جماعت‌های دهات و شهرک شهر ترسونزاده سهم صاحبکاران در بنیاد انشاءات دارای تعینات گوناگون نظررس ارزیابی می‌شود. از جمله انگورپروری اصیل بابای کمال متعمرов زاده جماعت دهات به نام جلال رحمانov شهر ترسونزاده از حساب مبلغ‌های پسندازش بر راهسازی بین دهه مصرف کرده، همچنین دو چاه عمودی ساخته به استفاده داده است. تا امروز که راه‌های بین دهه ویران و ولنگار گشته بود و همچنین ساکنان اینجا از آب تازه آشامیدنی تنقیسی می‌کشیدند، اکنون تمام کوچه‌ها پوره منفرش و لوله‌های آبگذر نصب کرده شده. مردم از آن استفاده می‌برند. Prezidentimiz Janob Oliylarini اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردم اعلام کردند. ما همراه فرزندان از حساب مبلغ‌های درآمد باغ انگورمان 3 کیلومتر راه را اسفالت کرده ایستادیم. مقصدمان آباد کردن دهه و کوچه ها می باشد. باز آینده نقشه داریم که کارهای سازندگی و آبادانی را دوام دهیم. شکر که دولتمان تنج آباد است که ما صاحبکاران را حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه دستگیری میکنند. بخشیده به 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جماعت‌های دهات و شهرک شهر ترسونزاده انشاءات زیادی تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز راه‌های محله‌های اهالی‌نشین پوره اسفالت پوش کرده می‌شود. رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردم اعلام کردن. از این ما خیلی خرسند هستیم. من حاضر خیلی که شما دیده استان ما من هم دهه زرکمرده زیاده از 3 کیلومتر راه منفرش کرده استادیم. تو این دم سال گذشته یک دهه با یک امبولاتوری ساخته وای کردیم. بعد کوپری که همون زرکمر و ینگباب میگذاشته که یک صاحبه یک کوپری ساختیم. ما صاحبکارا از این کارا از پیشوای ملت بسیار میندار خود ما را وای میکنیم که من کم تر حرکت میکنید یک برده نان خودتان یافته خورده استادیم. همه جای تنج آباد آسایشته این به ما شکرانه کردن ما در کرده. دست جمعانه و یکدلانه به انجام رساندن کارهای بنیادکاری روز تا روز در شهر ترسونزاده بیشتر می‌گردد که این عامل جهت دستگیری سیاست رهبرت عالی مملکت و مهیاسازی شرایط ارزنده برای زندگی شایسته مردم فعالیت میباشد. گزارش خورشید علیموف صاحب نور عبدالرسول از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.